سلام رفقا، خیلی خوش اومدی به چنل خودتون. امروز اومدم با یه داستان ترسناک از سری داستانهای شما که امیدوارم این داستان هم دوست داشته باشید. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، اگه چنل رو تا الان ساب نکردین همین الان رو دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ داستان امروزمون. سلام بچه‌ها، من امینم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. من چون تو خونه به هم گیر میدادن تصمیم گرفتم که از اون زمان به بعد به صورت مجردی زندگی کنم. پول و پله درست حسابی هم نداشتم، هدفم خیلی دور از انتظار بود، ولی با چلوندن خودم تونستم یه اتاق، اونم با داغونترین امکانات، پایینه شهر اجاره کنم. چند باری رو به رفقام پیشنهاد دادم که بیاید روی هم پول بزنیم و خونه بگیریم، ولی قبول نکردن. منم همون خونه رو با شر و جنگ و دعوا گرفتم. بدتر از همه چیز این بود که صفر شده بودم، نمیتونستم وسیله بخرم. از دیوار یه سری وسایل دست دوم و ضروری خریدم. دلمو خوش کردم که خونه مستقل دارم. اما شما که غریبه نیستین، روز اول بدجوری توی ذوقم خورده بود. چون اومده بودم توی محله‌ای که اصلا وضع زندگی خوبی نداشت. سوسک و موش و کثافت توی جوبا تا کف آسفالت خیابون وول می‌خوردن، ولی هیچ کس واسش مهم نبود. فقط من بودم که با دیدن این صحنه‌های چندش گوشت تنم میریخت. بهداشت افرادم واقعا جای بحث داشت. معمولا از بغل کسی رد می‌شدی، از بوی گندی که میداد بیهوش می‌شدی. انگار اصلا نمی‌دونستن ضد تاریخ چیه. حتی یه حموم درست حسابی هم نمیرفتن، برعکس من لباساشون رو مینداختن توی خیابون خوش بشه. باورتون میشه یه دفعه از خونه زدم بیرون که خرید کنم، از مغازه دیدم یه خانم داره روی موتور لباس بچه پهن میکنه. نتونستم چیزی نگم، گفتم خانم موتور آلوده است، لباس بچه هاتون رو چرا خونه پهن نمیکنید؟ خیلی ریلکس خندید و گفت آفتاب تمیزش میکنه دیگه، و به کارش ادامه داد. احساس میکردم دارم از تفاوت فرهنگی خودم و این اهالی ترک میخورم. یه روز که داشتم از دانشگاه پیاده برمیگشتم، یه آقایی با تیپ خیلی شلخت و کثیف جلومو گرفت و گفت از دانشگاه میاین مهندس؟ در لحظه ترسیدم. آخه اون روز حتی کوله هم نداشتم که بگم از اونجا فهمیده. هیچ رفت و آمدی هم با کسی نداشتم که از طریق همسایه‌ها فنی زده باشه. چند لحظه بعدم فکر کردم لات و لوت و میخواد شهر بپا کنه و یه چیزی بگه. به خاطر همین جوابشو ندادم و به راه خودم ادامه دادم که یهو با سر خوردم زمین. تازه فهمیدم یه دونه کشیده زیر پامو، به خاطر همین با سر افتادم. با وحشت داشتم از روی زمین نگاش میکردم که یهو گفت زبان بلدی؟ گفت اگه میخوای خونتو به آتیش نکشم باید به من زبان یاد بدی، و همینطور با خودش میخندید. هر کی به دندونای زردش و قد کوتاه و چشمای از حلقه بیرون زدش نگاه میکرد میترسید. منم خیلی ترسیدم، انقدر که ترسیده بودم و خودم رو غریب و بی‌دفاع میدیدم تصمیم گرفتم اصلا عصبانی نشم. سر تکون دادم و گفتم باش آقا، هرچی بلدم و یادت میدم. بازم شروع کرد به خندیدن، خنده‌هاش خیلی رو مخ بود، ولی باز خودم رو کنترل کردم. از توی جیبش چند تا استخون که به نظر میومد تهمونده مرغ باشه از جیبش در آورد و شروع کرد به لیست زدن و به هم تعارف کرد. گفت میخوری؟ و دوباره قهقهه‌ای بیمزه زد. از جام پا شدم و گفتم نه ممنون، اگر میشه آدرس خونتون رو بدید برای هماهنگی تدریس بیام پیشتون. یه چهره عصبانی به خودش گرفت، یعنی به تو ربطی نداره خونه من کجاست، خودم از در خونه میام دنبالت. اینا رو در حالی گفت که منم اون موقع هنوز به خونه نرسیده بودم، اصلا معلوم نبود خونم کجاست که این ادعا میکرد خونمو بلده. بازم داشتم از ترس سکته میکردم که پشتشو بهم کرد و رفت. نکته عجیب دیگه این بود که اهالی محل همه همدیگه رو میشناختن، به همدیگه سلام علیک میکردن، ولی هیچکس به این آقا محل نمیذاشت. با خودم گفتم انقدر که بی‌ادب و بد اخلاقه لابد به همه میپره و مردمدار نیستش. رفتم خونه و با فکرهای عجیب و غریب و ترسناک خوابم برد. خواب بودم که احساس کردم انگار یکی داره خیلی محکم درو میکوبه، عین یه طلبکار. پا شدم و با وحشت نگاه کردم. خشکم زد، دیدم همون مرد دیوونه است. با یه کاسه جلوم وایساده، توی کاسه یه غذا مثل سوپ سبزیجات بود. آورد جلو، گفت بیا بخور، واسه تو آوردم. تشکر کردم، تازه اونم با کلی بدبختی. از دهنم در اومد. یه لحظه داشت خداحافظی میکرد و میرفت. گفت فردا میام دنباله، باید منو ببری و به هم زبان یاد بدی. توی حرفاش چیزی تحت عنوان آداب معاشرت نبود. با لبخند حرف نمیزد، دستور میداد. خیره خیره نگاه میکرد، طوری که احساس میکردی وقتی داری باهاش صحبت میکنی به شعور و شخصیت خود توهین میکنی. اصلا اون روزا از وقتی این مرد رو دیده بودم حال و روحیه خیلی بدی پیدا کردم. یه جوری انگار که گند زده بودم به احوالات خودم. یکم هم از سوپی که آورده بود رو مزه کردم. به معنی واقعی کلمه افتضاح بود.
همون نوک قاشقی هم که خورده بودم و ریختم. یه مزه‌ای نزدیک به سبزی گندیده میداد، شبیه به علف‌های کنار خیابون میخورد. غذای دوست داشتنی که اون مردی که دیوونه واسم آورده بود باعث شد بیشتر از قبل حالم گرفته بشه. چیزی به فکرم نرسید جز این که برم بیرون. زنگ زدم به فرزین و ساعد، دوتا از رفیقام، گفتم بیاین دنبالم با همدیگه بریم یه طرفی. اینم بگم که محلی که ما توی زندگی میکردیم مثلا از ساعت 8 شب به بعد همه مغازه‌هاش بسته میشدن، کلا دیگه هیچ کس توی خیابون نبود، مثل اینکه داشتن با عجله میرفتن خونه هاشون. همین موضوع حال و هوامو بدتر میکرد. بچه‌ها منو بردن حوالی شهرک خودمون. بهشون از این یارو گفتم. اونا گفتن به احتمال زیاد گندلات محله و میخواد خودی نشون بده. ولی وقتی گفتم ازم میخواد بهش زبان یاد بدم و همین چند ساعت پیشم واسم یه غذا آورد، واقعا هنگ کردن. نتونستم بهم هیچ نظری بدن. مغز اونا هم مثل من قفل کرد. یه 3-4 ساعتی توی کافه نشستیم دور کردیم تا اینکه دوباره منو آوردن رسوندن خونه. فرداش که از خواب پا شدم رفتم سر کار و اصلا دلم نمیخواست بگذره. اینم یهو دم در ظاهر شد، گفت بیا بریم. من حتی جزوه هامو نتونستم بردارم. پیاده راه افتادیم و توی راه داشتم فکر میکردم که الان که جزوه ندارم از کجا شروع کنم، آخه به این چطوری درس بدم. یهو گفت سخت نگیر، من باهوشم، تو هرچی بگی زود یاد میگیرم. توی خاطرم ثبت میشه و قهقهه زد. خشکم زد. گفتم تو بلدی فکر منو بخونی؟ یکم نگرانم کرد. تو سر جاش وایساد و گفت خب بریم پارک بهم درس یاد بده، باشه؟ منم گفتم باشه، عیبی نداره. پیش خودم گفتم شاید یه مشکلی پیش اومده توی خونشون، نمیخواد منو ببره خونشون. ولی اینکه یهو این حرفو زد واسم جای سوال داشت. بهش گفتم واسه چی میخوای زبان یاد بگیری؟ جوابی بهم نداد. اینکه هیچ سوالی رو جواب نمیداد، همش خودش دوست داشت که آمار بگیره، رو مخم باشه، رو اصلا طبیعی نمیدیدم. رفتیم وسطای پارک زیر یه درخت نشستیم. بهش گفتم نذاشتی که جزوه هامو بیارم، لااقل برو از مغازه دفتر خودکار بگیر و بیا. یهو از یقه لباسش یه دفتر خودکار کشید بیرون. خیره شده بود بهم که ببینه چه واکنشی نشون میدم، ولی این یکی رو هیچ جوری نمیتونستم توجیه کنم که جن نیست. من مطمئن بودم که تا اون لحظه توی یقه لباسش هیچی نبود و تا من گفتم دفتر خودکار سریع واسم جور کرد بدون اینکه جایی بره. بهش گفتم اسمت چیه؟ چرا اولین بار منو زدی؟ جوابی نداد. دفتر رو باز کردم و شروع کردم به صفحه زدن تا اینکه خودش شروع کرد به نوشتن الفبای انگلیسی. به ترتیب از بالا به پایین می نوشت، اونم خیلی خوشخط و تر و تمیز. بهش گفتم تو که بلدی که. یهو برگشت توی صورتم نگاه کرد. وای خوره، اون لحظه میمردم. اصلا هنوز یادآوریش واسم مثل عذابه. چشمای درشتشو درشتر کرد و با اون صورت بیریختش بهم چنگ و دندون نشون داده بود. یه جورایی مخالفت و عصبانیت نشون داد. وقتی توی صورتش زل زدم تازه فهمیدم با یه آدم طرف نیستم، طرف جنه. هیچ چیز به آدمیزاد نمیرفت، مخصوصا وقتی که خیلی عصبانی میشد و از کنترل خارج میشد. اون خوی آتشینش رو نمیتونست ازم مخفی کنه. با دیدن این صحنه یه لحظه کنترلم از دستم خارج شد. از جام پریدم و شروع کردم به دویدن به یه سمت دیگه که انگار یه نفر با تمام قدرت از پشت بهم لگد زد، جوری که حتی به زمین نرسیده بودم. بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم داداشم بالا سرم بود. اصلا نمیدونستم کی بهش خبر داده بود و که بیاد و به دادم برسه. یکم اومدم روی تخت بیمارستان جابجا بشم که دیدم گوشم از درد داره آتیش میگیره. داد و هوار زدم. اصلا حالیم نبود که تا چند ساعت پیش چه بلایی سرم اومده، تا اینکه دقیقاً بعد این اتفاق یادم افتاد که چی شده. مهران شروع کرد به سوال پیچ کردن. چی شده؟ کی زدتت؟ اصلا انگار دهن من وا نمیشد که بهش بگم زدن من کار کی بوده. انگار که یکی جلوی دهنمو گرفته بود و نمیذاشت هرچی که دلم میخواد و بگم. تنها چیزی که تونستم بگم این بود که اون خونه رو میتونی پس بدی؟ من از اون خونه خیری نمیبینم. آخرش یه کاری دستم میده. داداشم خیلی حرفم رو جدی نگرفت. وقتی دکتر اومد وضعیتم رو چک کنه تازه اونجا بود که فهمیدم چند تا از دنده هام از پشت شکستن. دکتر هی میگفت باید بگی چی بوده و چرا زدنن. اگر تو شکایت نکنی اون بی وجدان همینطور به کار خودش ادامه میده. ولی من چجوری میتونستم از یه جن شکایت کنم؟ چیزی که تونستم تعریف کنم این بود که توی پارک داشتم راه خودم و میرفتم که یه نفر اومد گوشیمو از دستم بگیره.
ولی من مانع شدم. انقدر مقاومت کردم که آخر مجبور شدم پا به فرار بذارم. دزدم که میخواست به هر نحوی منو متوقف کنه از پشت بهم لگد زد تا از هوش برم، از حرکت بایستم. چیز عجیب دیگه‌ای که دکتر میگفت این بود که لگد آدمیزاد حتی اگر خیلی هم پرزور باشه یا توی موقعیت عصبانیت قرار گرفته باشه نمیتونه همچین خسارتی بزنه. خب راستم میگفت، دروغم یکم تابلو بود، ولی راستشو بگم نمیخوام سرتون رو درد بیارم. از اون ضربه به بعد اصلا یه آدم دیگه ای شدم. از بیمارستان که مرخص شدم خونه رو پس دادم، رفتم که دوباره با مادرم اینا زندگی کنم. اونا هم بعد از این اتفاق سعی کردن حواسشون بیشتر بهم باشه، یعنی یه جور پیششون عزیز بشم و خیال خودشون هم از بابت من راحت بشه. تصمیم گرفتن که واسم زن بگیرن. اونم کی؟ دختر عموم. از وقتی بحث خواستگاری من از نجمه پیش کشیده شد من مخالف بودم، چون نجمه از همون بچگی خیلی دنبال ماجراجویی و جن و این مسخره بازی‌ها بود. علاوه بر اون به گفته خودش مدیوم بود و میتونست با خیلی از اجنه و ارواح ارتباط برقرار کنه. منم که کلا اون مدت نسبت به این موارد ماورایی آلرژی پیدا کرده بودم و بدجوری ترسیده بودم. ولی این خانواده من ولکن نبودن و خودشون خودسر رفتن با خانواده نجمه صحبت کردن بدون اینکه به من چیزی بگن. حتی مرحله اول بله رو ازشون گرفتن. توی همین هرس و جوشا بودم که یه شب که خوابیده بودم احساس کردم توی خواب توی یه هزار تو، در حالی که راههای فرار کمی داشتم، احساس میکردم یه سایه‌ای داره آروم آروم دنبالم میکنه. منم واسه خودم فرار میکردم که احساس کردم سرعتش داره هی بیشتر و بیشتر میشه. منم هی تون تون میدویدم تا هرچه زودتر از اون مخمسه نجات پیدا کنم، ولی هرچه میرفتم نمیرسیدم. هرچی برمیگشتم پشت سرم و نگاه میکردم میدیدم که اون سایه داره پررنگ و پررنگتر میشه، تا اینکه انقدر پررنگ شد تا شد دقیقا خود اون مردی که انگار دوباره توی دنیای من ظهور کرده بود. منم نمیدونستم چجوری باید اینو از دنیای خودم بندازم بیرون. وقتی از خواب بیدار شدم قلبم انقدر تون تون میزد که احساس میکردم الاناست که سکته کنم. انقدر توی خواب داد و بیداد کرده بودم که خانوادم رو از خواب بیدار کردم. داداشم و زنداداشم اتفاقا اون شب اونجا بودن. زنداداشم صبحش سر میز صبحونه بودیم که بهم گفت هم واسه یه آرامش روانت و دور کردن موجودات دیگه از زندگی یه چله واسات برداشتم که زیادم سخت نیست. تو هم احتیاج نیست کاری انجام بدی، فقط تنها کاری که باید بکنی اینه که دوام بیاری و نباید مغلوب بشی. تمام مدت بهش نگاه میکردم، اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم و چیکار نکنم. انگار یکی مغزمو هک کرده بود. بهش گفتم چه اتفاقی ممکنه واسم بیفته. گفت نمیدونم. با عمو و نجمم که صحبت کردم گفت واسه سر کتاب باز کردم. فهمیدم که توی کارش بستگی و طلسم داره. تازه همزادش هم فعال شده بود، حسابی اذیتش میکنه. با شنیدن این حرفا خشکم زد. رفتم شماره تلفن نجمه رو برداشتم و به موبایلش زنگ زدم. دلم میخواست فوراً گوشی رو برداره و بگه همه اون حرفایی که شنیدی فقط یه چرت و پرت بوده، در صورتی که اینجوری نبود و همه رو هم اتفاقا تایید کرد. گفت چله سوره جن رو من برداشتم برات و باید طاقت بیاری تا این موجود رو از زندگیت بیرون کنم. طبق گفته نجمه اون خوابی که دیدم من بی‌دلیل نبوده، اتفاقا نشونه خوبی واسه یه پاکسازی بوده. حالا این وسط من ترسوی بزدل مونده بودم که این 40 روز رو میخوام چه گلی بگیرم به سرم. وقتی کوچکترین و سبکترین اتفاقش همون خوابی بود که منو تا مرز سکته کشون. داستان ترسناک ما از اون شب شروع شد. همه اعضای خانواده نشسته بودیم توی پذیرایی که یهو با چشمای خودمون دیدیم که یه کاسه از سر اون اوپن رفت روی اون یکی اوپن افتاد و شکست. یادم نمیره تو اون اوضاع قاراشمیش اون شب مهمون اومد واسمون. ما هم که نمیتونستیم بگیم نیاین. اتفاقا نجمه هم اون شب خونه ما بود. اینا بچه نوزادشون رو بردن توی تخت توی اتاق خوابوندن. ما هیچی نگفتیم و نمیتونستیم بگیم بیاین بچه‌تون رو از اتاق ببرین. اون وقت خیال میکردم ما دلمون نمیخواد که این بچه توی اتاق بخوابه. چند تایی رفتیم توی اتاق پیش بچه نشستیم و هی در رفت آمد بودیم تا اینکه یک دفعه این بچه افتاد به زجه و گریه کردن، تا اینکه مادرش سراسیمه خودش رو رسون به اتاق. هرچی مامانش بغلش میکرد آروم شدنی نبود. این بچه انگار زجه میزد و مثل بچه‌هایی که واکسن میزنن و یه قسمت از بدنش درد داره و اذیت میشه ولی نمیتونه چیزی بگه. توی گرما بردنش ساکت نشد، توی سرما بردنش ساکت نشد.
باباش بغلش کرد که ببرتش بیرون یه چرخی بده که از توی همون راه پله گریه‌هاش قطع شد. اینا خیالشون راحت شد که الان دیگه آروم شده. دوباره بچه رو برگردوندن خونه، ولی همون آش شد و همون کاسه. با ورود بچه به داخل خونه گریه‌هاش و جیغ زدناش از سر گرفته شد. مامانش که خیلی به بچهش حساس بود چشم و ابروش اومد به شوهرش که همین الان پاشو بریم، حتی شام هم نخورده بودن. بعد جوری آبرومون رفت. مسئله بعدی این بود که توی خونمون قبلا یه جر و بحثی وجود داشت، همونطور که توی هر خونه طبیعیه که باشه. اصلا به خاطر همین بود که من یه مدت رفتم که مستقل زندگی کنم، ولی به قدری این جر و بحث شدید شده بود که هممون جا میخوردیم از رفتارهای همدیگه. بدتر از همه اینا مادرم که توی جلسه های زنانه ساختمون شرکت میکرد و میگفت همه خانومای ساختمون گفتن ما چند وقتیه که توی خونه هامون آرامش نداریم و همش بحث و دعوا داریم. ته دلم میدونستم همه اینا از کجا آب میخوره. هنوز چند روز نگذشته بود که زنگ زدم به نجمه، سعی کردم خیلی خودمو بهش نزدیک نکنم که بفهمه بهش علاقه ندارم و خودش رو به هم نزدیک نکنه، ولی دیگه این حرفا واسم مهم نبود. فقط میخواستم از مخمسه‌ای که توش گیر افتادم خلاص بشم. بهش گفتم تو استادی چیزی داری؟ از کجا این دعا و این کارا رو یاد گرفتی؟ گفت بیشترش ذاتیه، استاد ندارم، ولی اگر منظورت اینه که میخوای با یه آدم خبره صحبت کنی، من یه نفر رو میشناسم. همونجا پای تلفن شمارش رو ازش گرفتم و زنگ زدم. یه آقای سنداری بود، جوری که از لرزش صداش معلوم بود که قطعا 80 سالو داره. به هم گفت من ساکن قم هستم و سریع خودتو به من برسون تا با هم صحبت کنیم. اینقدر که درمونده بودم حتی اگر به هم میگفت بلند شو بیا مریخ میرفتم. تنهایی و شبونه پا شدم، لباس پوشیدم و سوار ماشین شدم. افتادم توی جاده خلوت قم. توی جاده بجز من یکی دوتا ماشین بیشتر نبود. تازه اونجا بود که خوف ورم داشت. فهمیده بودم چه غلطی کردم. از بس که کولر روشن نگه داشته بودم و قبل از جاده به ترافیک خورده بودم، وسط جاده یهو دیدم آمپر ماشین خیلی اومده بالا. اولش چنان توجهی نکردم و دیدم اگر بخوام همینجوری بی‌اعتنایی کنم ماشین کلا از دست میره. با بیمیلی زدم بغل و وایسادم تا ماشین رو خنک کنم. رفتم از صندوق عقب جعبه آب رو برداشتم که دیدم خالیه، چیزی که هیچ وقت سابقه نداشت. من همیشه دبه ماشین رو خالی نمیذاشتم. اگر استفاده از آب میکردم فوراً پرش میکردم. میدونستم اهالی خونم همین اخلاقو دارن. دیگه رسما مونده بودم توی جاده. گوشیمو درآوردم دیدم حتی آنتنی هم نیست که زنگ بزنم یه مسلمون بیاد دنبالم و از این وضعیت نجاتم بده. همینجور بی هدف وایساده بودم بالا سر ماشین که دیدم یه ماشین راهنما زد کنار. خیلی خوشحال شدم و دلم گرم شد که یکی هست که الان میاد کمکم میکنه. یکم که بهم نزدیک شد دیدم قد کوتاهی داره و با نزدیکتر شدنش متوجه چشمای حدقه بیرون زده شدم. با خنده‌ای که میکرد و با پیدا شدن دندون زردش تیر خلاصو خوردم. قالب توهی کردم. خود عوضیش بود. حالا چی؟ اون صحرای بی آب و علف و با اون ماشین خراب چطور میتونستم از دست این فرار کنم؟ اومد جلو، دستشو گذاشت روی شونم و گفت دلم واسه تنگ شده بود رفیق. وقتی ترس رو توی چشمام خوند دوباره قهقهی زد. صداش توی بیابون پیچید. دست و پام داشت از شدت ترس میلرزید. ازش میترسیدم. خودشم اینو خوب فهمید. همینطور داشتم میلرزیدم که گفت بیا رو راست باشیم. من میتونم یه کاری کنم ماشین درست بشه بفرستمت، ولی تو هم باید قول بدی که از این مسیر دور بزنی و نری قم، چون در اون صورت تصمیم میگیرم که سالم به قم نرسی و دخلتو بیارم. پرسیدم واسه چی؟ آخه مگه آزار داری؟ بابا بذار زندگیمو بکنم. گفت به همون دلیل که خودت میدونی. فهمیده بود دارم میرم قم پیش اون پیرمرده که واسم دعای باطل سحر و رهایی از جن بده. اون در واقع نمیخواست که این اتفاق بیفته، واسه همین داشت خودشو با آب آتیش میزد که نذاره من برسم به شهر قم. گفتم باشه تو یه کاری بکن من بتونم برم خونه، من دور میزنم نمیرم قم. یکم نگاه هم کرد، انگار هنوز به این که میخوام برگردم تهران شک داشت، ولی قبول کرد. رفتم نشستم پشت فرمون. نفهمیدم چی کار کرد، ولی یه تک استارتی که زدم دیدم آمپر ماشین به درجه طبیعی خودش برگشت. یکم که جلوتر رفتم سر یه دور برگردون دور زدم. یه نفس راحت کشیدم. همش خودم رو فوش میدادم و میگفتم آخه این چه شانسیه که من دارم، حتی اختیار این که بخوام جایی برم هم ندارم. دست از پا دراز برگشتم. خدا رو شکر همه خواب بودن. مجبور نبودم هر کی از راه میرسه بهش جواب پس بدم. شب راحتی رو گذروندم. نمیدونم شاید به این خاطر بود که به دل اون عوضی راه اومده بودم،
یا اینکه دلیل دیگه ای داشت. ولی فرداش که از خواب پا شدم یهو احساس کردم کل سرم بی‌حس شده. فقط چشمامو میتونستم باز و بسته کنم. حتی دهن من به سختی باز و بسته میشد. خیلی سخت میتونستم صحبت کنم. فقط با تمام وجود پدر مادرم رو صدا کردم. گفتم کمک. اومدن بالا سرم و زدن تو سر خودشون. میگفتن نمیتونم دست و پامو تکون بدم. اونا هم دست باچه شده بودن، نمیدونستن که باید چیکار کنن. پدرم فوری زنگ زد به اورژانس، بهشون آدرس داد که بیان. بعد از 20 دقیقه که رسیدن گفتن ما نمیدونیم علتش چیه. احتمالاً شوک عصبیه. همونطور که اونا داشتن با هم دیگه بحث میکردن گوشی من زنگ خورد. دیدم شماره ناشناسه. برداشتم و دیدم همون پیرمرد است. یهو دلم خالی شد. گفتم الان اون مرتیه هر جایی باشه خودشو میرسونه و منو آتیش میزنه. ولی از اونجایی که از این وضعیت خسته شده بودم میخواستم هر چه زودتر ازش خلاص بشم. با همون دهن کج و شعلم شروع کردم به تعریف کردن ماجرای دیشب و تهدید شدنم توسط اون. چند لحظه سکوت کرد، نمیدونستم نقشش چیه، تا اینکه بسم الله گفت و بعد شروع کرد به خوندن یه آیه طولانی. احساس کردم همه تنم بی‌حس داره درد میگیره. درد غیر قابل تحمل، انگار که وزنه‌های 500 کیلویی میندازن روی تنم و منم کاری به جز داد و فریاد ازم بر نمیاد. چشمامو بسته بودم و فقط داد و بیداد میکردم. اورژانس و پدر مادرم اومده بودن بالا سرم ترغیبم میکردن که چشمام رو باز کنم. پیرمرده دست بردار نبود، داشت واسه خودش میخوند و روی حرفاش تاکید میکرد. یه لحظه چشمام رو به زحمت باز کردم، دیدم همه کسایی که بالا سرم وایسادن شکل همون جن لعنتی هستن. مدتی بود خواب و خوراک از من گرفته بود. همشون داشتن با چشمای از حدقه بیرون زده و قرمز به من نگاه میکردن. این یعنی با کارم عصبانی کرده بودمشون. نمیدونم واقعا چه مدت طول کشید تا اون عذاب واسم تموم شه. همه بعدش به هم میگفتن حدوداً 3-4 دقیقه، ولی واسه خودم اندازه 1 ساعت طول کشید. چشمامو باز کردم و دیدم همه چی سر جاش و آرامش دارم. درد تنم خوب شده بود و تنها چیزی غیر معمولی که وجود داره نگاه‌های نگران خانواده اورژانسیا بود که بهشون اطمینان دادم من حالم خوبه. پیرمرد از پشت تلفن گفت حالا دیگه میتونی بیای و هیچی نمیتونه مانعت بشه. من هنوز نمیتونستم قبول کنم که برم، ولی با اصرار خانوادم و همراهیشون پا شدیم و رفتیم. یه سری دعا به هم داد و گفت بد جوری طلسم رود افتاده، انگار یکی رو تسلط پیدا کرده بود و تسخیر شده بودی. ولی خدا رو شکر با انجام دستورالعمل‌های پیرمرد از اون روز و شب‌های سمی نجات پیدا کردم و البته همه چیز رو مدیون نجمه و پیرمردی که معرفی کرده بود هستم. اونجا بود که فهمیدم خانوادم بی‌دلیل نجمه رو انتخاب نکرده بودن و اون بهترین انتخاب برای من بود. خب دوستان، اینم از داستان امروزمون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مثل همیشه اگر از این داستانم خوشتون اومد یه لایک خوشگل پای این ویدیو بزن که باعث دلگرمی منه. در آخر میدونی که چقدر دوستتون دارم. تا داستان بعد، فعلا خدا نگهدار.